اسمتم بگو. آرش قربانی. آرش قربانی کنیم بچه ها. خب یه آرش 2 نفر ردیف اولم بخونم. قربونت برم بخور. مال توه دیگه. آینده شغلی من آسیب زننده به هیچ فرد بیگناهی نباشد. شغلی دوست دارم که پدر مادر و اطرافیانم بعد از چندی با افتخار بگویند فرزندم ستاره است، نه با بیمیلی شغل من را انکار کنند. خیلی گرسنه یا با افتخار پرچم آره بالا سر ببرم. بخور اما بخور. شغلی دوست دارم دریانورد شوم و دشمن را از خلیج فارس ترکیب کنم. خلیج فارس برانم و هرگز یک مشت از خاک کشور دشمن وای 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 وای. ایرانی هستم و ایرانی پیتزریا میایم سراغ انشا بازم میایم بچه‌ها. ما چون الان خیلی گرسنه است. که همکار عزیزمون خانم ابراهیمی از لبنان با دانش‌آموزان لبنانی گفتگو کرده و برای ما فرستادن. وای 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 وای. مراسم تشییع سید بزرگ نگاه کن عمو. شهید عزیزم نه یادم بخوره اشکال میشه. نه اینو بخوره. این تموم شه حیفه. لبنان و گفتگویی که فردا خانم ابراهیمی گرفتن. بریم این گفتگو رو این گزارش رو ببینیم برگردیم. همچنین سلام همچنان ادامه. تموم شد آقا. آقا داره این موقع دیگه ده. تموم شد. نیست 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 دیگه. ببین ببین ببین